با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. شما که نمیخوای با یکی عروسی کنی که دوست نداره. ولی من خیلی تو رو دوست دارم. با 10 روز دیگه دارن سیغه میخونن ما محرم شیم. اگه برگرده بده خونه‌شون یه باباش میکشتش. یکی میده دست پسرام منم بدبخت میشم میره پیکار. خدا این دوستان کی آفرید؟ خانم دیگه کدوم خریه؟ بابا جان داد نزن. من گوه خوردم حرف زدم. من طلبکارم، سمجم، قدرتشم دارم. چه خونه ما خونه احد نیست. مامان جون چرا این چیزا رو به من نمیگی تو؟ پداسکو آتیش گرفته. آقا صبر من اینجا گیر کردم در قفله. مامان لودنون توه به من. دختر من دیشب تا حالا کجاست؟ بالاخره بابات کار خودش کرد پرسو آتیش زده. یا عباس فرد لودن به من لودن. این ساختمون از نظر من قربه از خطرناکه. احد برو دیگه. مگه نگفتیم ما حالات شما سریزنه مگه نگفتیم من اینجا من پشت اینا گیر کردم. چهار راه استانبول، فیلمی از مصطفی کیایی.